سلام. سلام. چطور هستی خوارکم؟ خوب هستم. جان و جوره؟ شکر. اینی طرف سوچ یک دفعه کمی دوستای ما نام چی است؟ مریم. مریم. نام خدا چی یک نام مقبول داری مریم. خودت هم مقبول هستی بسیار زیاد. چی است دایی سبد چی است مریم؟ بولانی. بولانی. دانه چند است بولانی؟ در پا چند دانه فروختی؟ چال رئیس نفروختی. پدرت چی کار میکنه مریم جان؟ پدرم در اونجا بولانی سودا میکنه. پدرتون بولانی سودا میکنه. ایره بر پدرت میبری؟ ایره نیست همینجا را سودا میکنه. خب ایره خودت مفروشی. روز چند کار میکنه بی مریم ما؟ روز 2 ساعت کار میکنه. نام خدای پیسه را باز چی میکنی مریم؟ باز به پدر میتم 50 پیش به خودم میده. باز تو 50 روپیه چی میکنی؟ اون طرف اگه سعی کنی مریم جان؟ در اخلاق میندازه. چند روپیه سرمایه جمع کردی تا حالا خبر داری؟ یک وقت دخلک مشکستاندم 2000 شد تا مشمشن میشه دیگه. این پیسه او 2000 باز چی کردی پیسه دیگه چی میکنی؟ با کالای مکتبم کتابچه و قلم میگیری. دا آینده میخوای چی کاره شوی؟ دکتر شوم. نام خدا دکتر مریم. به نامت میزیبه.